به نام خداوند بخشنده مهربان. هنگامی که آسمان شکافته شود و هنگامی که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزد و هنگامی که دریاها به هم آمیزند و روان گردند و هنگامی که قبرها زیر و رو شود، در آن هنگام هر کس خواهد دانست آنچه را که پیش فرستاده و آنچه را که باز پس داشته است. ای انسان، چه چیزی تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ آن که تو را آفرید، آنگاه شکل و اعضایت را تمام کرد، سپس معتدل گرداند و به هر شکل و صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. هرگز چنین نیست که شما گمان میکنید، بلکه شما روز جزا را تکذیب میکنید و بیگمان نگهبانان از فرشتگان بر شما گمارده شدند که نویسندگان بزرگوار هستند. آنچه را انجام میدهید میدانند و اعمال نیک و بد شما را یادداشت میکنند. مسلما نیکان در نعمتهای بهشت هستند و یقینا بدکاران در آتش جهنمند. روز جزا به آن درآیند و بسوزند و هرگز آنان از آنجا غایب نباشند. و تو چی میدانی که روز جزا چیست؟ باز تو چی میدانی که روز جزا چیست؟ روزی که هیچ کس قادر به انجام کار برای دیگر نیست و در آن روز حکم و فرمان از آن الله است.